سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. طبق معمول صبا هم امیدوارم که ویدیو قبلی رو کامل دیده باشید، با من بیشتر آشنا شده باشید. اگه دفعه اول دارید منو می‌بینید، این مرحله‌ای که قراره با هم جلو بریم بچه‌ها یکی از آسان‌ترین مرحله‌هاست و لازمه کار برای این هستش که شما بتونید ورود بکنید به بازار. خیلی هم راحت، طولانی هم نیست. سریع انجامش میدیم که خیلی فوری بریم سراغ تحلیل ها که آموزش بتونیم ببینیم. بچه‌ها توی این قسمت قراره آموزش ببینیم که چجوری از صرافی های ایرانی میتونید تتر بگیرید و بفرستید به صرافیتون برای اینکه بتونید تریدتون رو استارت بزنید. هیچ کار خاصی نداره، خیلی راحته. فقط نکته‌ای که هست الان صرافی های ایرانی که وجود دارن که ما میتونیم ازشون تتر بخریم به این صورته که شما ریال رو ارسال میکنید به اون صرافی، توی اون صرافی ریالتون رو به تتر تبدیل میکنید و تترتون رو یک راست میتونید بزنید به صرافی و تریدتون استارت بخوره. و همین سادگی، یعنی سایت های ایرانی به صورت یک واسطه‌ان. برعکسش چه شکلیه؟ هر سودی یا هر اتفاقی داخل صرافیتون افتاده میخواین اصلا برداشتش بکنید، مبلغ رو، سودی که ترید کردید رو برداشت میکنید به صرافی ایرانی میزنید. صرافی ایرانی الان تتر دارید، تترتون رو ریال میکنید و ریالتون هم که میاد به شماره حساب یا کارتتون دیگه، مثل همیشه چیزایی که بلدید. نکته‌ای که وجود داره، صرافی هایی که میتونید ازش استفاده بکنید چند تا صرافی متفاوت هستن. نوبیتکس هستش، صرافی آبان تتر هم هست. من این دوتا رو بیشتر باش کار میکنم. حالا اگر که بتونم براتون بهترینش رو میذارم الان، که یعنی تا جای ممکن چیزهایی که بررسی کردم بهترین صرافی های ایرانیه. ولی کلا بچه‌ها به هیچ عنوان مبالغتون رو داخل صرافی های ایرانی یا حتی خارجی اگر متمرکز هستن نذارید. یعنی اگر شرکتی پشتش هست و به صورت برنامه نویسی نیست، مبلغ رو داخلش نذارید به هیچ عنوان. چون یه موقع میبینی آقا به هر دلیلی اون صرافی براش مشکل پیدا میکنه و مبلغ شما داخل اون صرافی بلوکه میشه و دیگه دسترسی بهش ندارید. امنیت بالا اگر میخواین، یکی تراس والت، یه دونه صرافی غیر متمرکز که داریم باش کار میکنیم که اونا برنامه نویسیه، به هیچ عنوان کسی دسترسی بهش نداره که بهتون توضیحاتش هم کامل میدم. اما پس پول داخل صرافی نمیذاریم. این صرافی های ایرانی فقط برای اینن که ما ریالمون رو بکنیم تترمون رو ببریم ترید کنیم، افزایشش بدیم و هر چقدر که میخوایم برداشت کنیم برگرده به صرافی ایرانی، تتر هامون رو ریال کنیم بیاد به حسابمون. یه نکته ریزم که بخوام بهتون بگم، من رفرال براتون میذارم اما دلیل بر درآمدزایی نیست، به خاطر اینکه وقتی رفرال میذارین کارمزد شماها که میخواین تبدیل تتر و ریال انجام بدین خیلی میاد پایین. اگر دوست داشتین رفرال استفاده کنین، اگر دوست نداشتین داخل خود گوگل بزنید، سایت رو کامل براتون بالا میاره. این چیزیه که پوانش بیشتر برای شما. رفرال صرافی ایرانی واقعا اونقدر نیست. خاصی اسکرین‌شاتشو براتون میفرستم، بین خودتونم قرعه کشی میکنم، ولی کلا میذارم که کسایی که خواستن کارمزد پایینتری بدن بتونن استفاده کنن. بریم سریع روی سایت بهتون آموزششو بدم و بریم سراغ کار. فعلا خب بچه‌ها، الان اول از همه باید وارد سایت خود صرافی نوبیتکس بشی که من لینک هم رفرالش رو هم سادهش رو پایین براتون گذاشتم. وارد سایت که میشید در ابتدای کار نیاز هستش که یه اکانتی برای خودتون درست بکنید که اینجا قسمت ثبت نام رو اگر کلیک بکنید موارد لازم رو وارد بکنید و ثبت نامتون رو انجام بدید که از این به بعد یه اکانتی داخل نوبیتکس داشته باشید. حالا من اکانت رو دارم، فقط ورود میکنم داخلش که بتونم یه سری چیزا رو کامل بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها، وارد پنل هم شدم الان. حالا من داشتم وارد شدم سریعتر. شما باید ثبت نام بکنید، وارد پنلتون میشید. پنلتون دقیقاً عین منه، هیچ فرق نمیکنه. شما داخل نوبیتکس که میرید یه سری گزینه‌ها این کنار دارید که من فقط اونایی که لازم دارید و الان بهتون میگم، چیز اضافی بهتون نمیگم. یکی این که شما برای اینکه بخواید واریز انجام بدین، یعنی اول از همه شما باید واریز انجام بدین. به چه صورت؟ باید از کارت بانکیتون اون مبلغی رو که میخواین تبدیل به تتر بکنید و بفرستین صرافی برای ترید رو اول از همه واریز به صرافی ایرانی بکنید که میایین توی این قسمت واریز رو انتخاب میکنید. قسمت شتابی رو انتخاب میکنید، کارت بانکیتون رو اول میزنید. حالا من این کارا رو انجام دادم. کارت بانکیتون رو انتخاب میکنید، مبلغ واریزتون رو میزنید و واریزتون انجام میشه. نکته‌ای که هست اینه که بعد از این که واریزتون به حسابتون انجام شد میاد داخل کیف پول‌های شما که حالا من الان انجام دادم. کامل برای شما واضحه اینجا که من تقریبا 35 میلیون تومان واریز کردم به صرافی ایرانی و میخوام اینو تترش بکنم. الان در حال حاضر من ریال دارم، باید ریالمو به تتر تبدیل بکنم. چیکار میکنم؟ عین من بچه‌ها پیش برید، هیچ مشکلی پیش ایجاد نمیشه براتون. توی این قسمت میاین توی قسمت بازارها. اول از همه دوباره اینجا یه بازار براتون نوشته که زده تتر به تومن. شما چه تتر رو بخوای به تومن تبدیل کنی یا تومن رو به تتر، جفتش از این گزینه استفاده میکنی.
چیزی که برات باز میشه اینجا اینه که آقا میخوای خرید بکنی یا میخوای فروش تتر انجام بدی. ما الان ریال داریم، میخوایم خرید تتر انجام بدیم. توی این گزینه میایم اینجا موجودی رو که زده و پایین ترین پیشنهاد فروش، شما این بهترین حالتیه که میتونید انتخاب بکنید. جفتش رو، گزینه انتخابش رو اینجا بزنید و بعدش خرید بزنید که خریدتون انجام میشه. نکته‌ای که بخوام بهتون بگم بیاین پایین سفارش خرید شما اینجا گذاشته شده. اینجا ریفرشش بکنید، الان کامل پر شد. وقتی که پر میشه برای اینکه چک بکنید توی کیف پولتون تتری که خرید کردید میره، یعنی اینجا بیاید براتون زده. الان من تومن دیگه ندارم، همش تبدیل شده به تتر، یعنی من الان اینجا 506 تتر داخل صرافی ایرانیم دارم. الان تنها کاری که من لازمه بکنم اینه که بیام این تترمو ارسال بکنم به صرافی برای ترید، که اینجا باید من گزینه برداشت رو بزنم. حالا اینجا به من میگه آقا شما میخوای برداشت بکنیم، ما رمزارز تترمون رو میخوایم بزنیم به صرافی که میخوایم ترید بکنیم. تتر که چیزی که میخوایم برداشت بکنیم، شبکه برداشتتون رو بذارید روی بایننس اسمارت چین یا به همون BIST BSC و اینجا ازتون یه آدرس تتر مقصد میخواد که کجا میخوای بزنی و مقدار برداشتی ما که همون $500 و اگر که شناسایی دو عاملیتون رو فعال کرده باشین میتونید بزنید اینجا که اپلیکیشنش داخل گوشیتون هستین. برای امنیت بیشتر انجام میشه، یه حالتی شبیه رمز پویا که خود پشتیبانی هم اینجا پشتیبانی نوبیتکسه. بچه‌ها هر سوالی درباره این قضیه داشتین خواستین انجامش بدین، پشتیبانی کاملا بهتون کمک می‌کنه. یه نکته‌ای که اینجا بهتون بگم، کسی که دفعه اول دارن این کار میکنن معمولا از طریق حالا پلیس فتا و یه سری قوانینی که هست، هر صرافی ایرانی که بخواید حساب باز بکنید موقع برداشت شما یه محدودیت برداشت 72 ساعت برای اولین بارتون میخورین. یعنی شما 72 ساعت نمیتونید برداشت بکنید. چرا؟ چون احراز هویت براتون انجام میشه و یه سری موارد باید رد بشه، برای همین 72 ساعت طول میکشه اولین بارتون. ولی فقط این شکلی، دیگه به این صورت نیست، یعنی خیالتون راحت باشه. حالا من اینجا محدودیت برداشت ندارم، اینجا برداشت انتخابمو میکنم که چقدر میخوام، کد شناسایی دو عاملی اونو میزنیم و انتخاب اون یعنی آدرس تتر مقصدی که میخواید وارد کنید به چه صورته. بچه‌ها ما صرافی که باش کار میکنیم الان در حال حاضر صرافی فورترید هستش که صرافی فورترید، من اول اینو کامل دیسکانکت بکنم. صرافی فورترید در ابتدای کار بهتون بگم توی ویدیو بعدی کامل همه چیزشو بهت توضیح میدم، ولی کامل ترین چیزیه که الان بتونید استفاده کنید که غیر متمرکزه، با ایران مشکلی نداره و هیچ دردسری نداره چون شرکتی پشتش نیست، اینا همه برنامه نویسیه و از همه لحاظ واقعا فوق العاده است و سرعتش به شدت خفن. یعنی ما قبلا با صرافی دیگه بچه‌ها میدونن کار می‌کردیم، ولی این سرعتش حتی از اون خیلی خیلی بیشتره، ولی خیلی شبیه همن کلا صرافی‌های غیر متمرکز. نکته‌ای که وجود داره، لینک خود صرافی رو پایین براتون میذارم، لازم نیست خودشو بلد باشید، فقط کاری که میگم و الان انجام بدین برای اینکه مبلغ واریز بشه براتون. شما اینجا قسمت ساین این رو میزنید، از 3 طریق میتونید وارد صرافیتون بشین، یا والتتون رو کانکت بکنید، یا از طریق جیمیلتون، یا از طریق تلگرامتون، که من خودم از طریق جیمیل وارد میشم. من جیمیلمو انتخاب کردم الان و خیلی راحت صرافی وصل شد به جیمیل من. حالا الان من میخوام مبلغ واریز بکنم، باید چیکار انجام بدم؟ اینجایی که میبینید اینجا این مستطیلی که اینجا میبینید برای بالانسی هستش که شما دارید، یعنی مقدار مبلغی که داخل صرافیتون هست. الان مبلغ من 0، من اولین بارمه دارم مثلا کار میکنم. اینجا باید بزنید گزینه دیپازیت و ویتدرا. دیپازیت یعنی واریز، ویتدرا یعنی برداشت. ما میخوایم الان واریز بکنیم به صرافی برای ترید تتر هامون رو. گزینه دیپازیت رو میزنید. تتر میخواید انتخاب بکنید و نتورکتون رو بذارید رو همون بایننس اسمارت چین. دقیقاً همین مراحل رو جلو برید، هیچ مشکلی نمیخواید در واریز تتراتون به صرافی و دیگه سوالی براتون نمیمونه. اینجا بایننس اسمارت چین رو پس میزنید، یه آدرس والتی به شما میده، شما این رو کپی میکنید، برمیگردید توی نوبیتکستون، اینجایی که گفته آدرس مقصد رو برای من بزن، من اینجا میام اون آدرس رو پیست میکنم. آخرش هم چک بکنید که موقع اشتباه نشد باشه، آخرش 8A، اینم آخرش 8A درسته. حالا کد شناسایی دو عاملیمو من میزنم کامل برای صرافی و بعدش گزینه برداشتم رو میزنم. بعد از این قضیه برای شما از طریق پیامک یه اسمسی میاد که مطمئن بشه آقا شما میخواین برداشت بکنید یا نه، و اون کدتون رو الان در حال حاضر مثلا من الان وارد میکنم
و تایید رو که بزنید برداشت شما انجام شده و خیلی راحت این مبلغ الان انتقال پیدا میکنه به صرافی شما. یه تقریبا 5 دقیقه تا 10 دقیقه باید صبر بکنید که از طریق صرافی نوبیتکس اینا تایید بشه و برداشت بشه بره به صرافیتون بشینه و بعدش بتونید کاملا ترید رو باش استارت بزنید. خب بچه‌ها الان در حال حاضر همون مبلغی که واریز کردیم نشست به صرافی. خب توی این قسمت اگر نگاه بکنید مبلغ ما کاملا واریز شده و میتونیم استارت تریدمون رو کامل باهاش بزنیم. حالا اینکه چجوری به صرافی کار می‌کنه اینا کامل براتون توی ویدیو توضیح دادم، اما الان در حال اینکه فقط بخواین یه مبلغ رو جابجا بکنید به صرافی برای اینکه بتونید روش ترید بکنید در این حد کفایت میکنه. فقط برداشتش هم بهتون بگم هر چقدر سود میکنید وارد همین قسمتی میشه که اینجا داره تمام بالانستون رو نشون میده. وقتی میخواین برداشت بزنید دوباره همین گزینه رو کلیک میکنید، اینجا گزینه برداشت یا ویثدرا رو میزنید، دوباره نتورکتون همون بایننس اسمارت چینه. مقصدی که قراره بزنید رو الان بهتون میگم، مقداری که میخواین برداشت بکنید هم که مثلا همون 506 دلاری هستش که میخواین دوباره برگردونید به صرافی به هر دلیلی، حالا سود کردین میخواین برداشت بکنید. این آدرس مقصد رو چجوری میزنیم؟ میاین توی نوبیتکس دوباره توی قسمت اینجا توی قسمت واریز قسمت رمز ارز رو انتخاب میکنین. الان داخل صرافی تریدتون تتر دارین، پس رمز ارز رو باید انتخاب بکنین. چه ارزی دارین؟ تتر دارین و شبکهش هم دوباره میذارین روی همون BEP یا BSC. اینجا الان به شما یک آدرسی داده که این آدرس رو باید کپی بکنید و توی صرافیتون وقتی میخواین برداشت بکنین آدرس مقصد همین میشه که الان براتون آخرش هم باز دوباره چک بکنین این B1 اینم دقیقاً B1، یعنی از توی صرافیتون ما میخوایم بزنیم دوباره به نوبیتکسمون. اینجا کانفرم رو بزنید، برداشت برای شما انجام میشه کامل. بعد از این قسمت میتونید توی قسمت ترانزکشن ها برداشت یا واریزتون رو چک بکنید. ما یه دونه واریز داشتیم که اینجا تاریخچه‌ش رو نوشته، یه بار برداشت داشتیم که اینجا الان استاتوسش یا همون وضعیتش الان در حال پندینگ، یعنی هنوز فعلا داره تایید میشه توسط صرافی که بخواد برداشت بشه، که اینم تقریبا شاید 10 تا 15 دقیقه طول بکشه و بعدش اینجا میتونید دوباره چک بکنید. اینجا اگر تایید شد یا اکسپتد زده بود میاد به صرافی ایرانیتون و توی صرافی ایرانیتون جایی که میتونید بردارید میاد به کیف پولتون. خب حالا الان اگه بخواید این ریالی که اینجا هست رو برداشت بکنید بزنید به کارتتون، چیکار میکنید؟ اینجا برداشت رو میزنید و اینجا میگه به کجا میخوای بزنی، توی شماره شباتون یا حالا کارتتون رو انتخاب میکنید، مبلغی که میخواید دوباره برگردونید به کارتتون رو وارد میکنید، کد دو-عاملی رو میزنید و برداشتتون انجام میشه. به همین سادگی شما میتونید پس تتر بگیرید بزنید صرافی برای ترید و بعدش سود که گرفتین دوباره برگردونید صرافی ایرانی ریالش بکنید و بزنید به کارتتون. کلا به همین سادگیه، هیچ چیز خاصی نداره. صرافی کلا چیزی که لازم دارید شما به همین قسمتی که بازاره و واریز و برداشت و کیف پولتونه، چیز دیگه ای اصلا به شما لازم ندارید. امیدوارم که این قضیه براتون آسون باشه و واقعا هم آسونه، چیز خاصی نداره. فقط حتما این کار رو با من انجام بدین، یعنی همون تایمی که دارین آموزش میبینید همون کار رو همون لحظه انجام بدید. من به مرحله دارم بهتون میگم که قاطی نکنید، ولی همه رو جمع بکنی، ویدیوها رو ببینی، بعداً بخوای انجام بدی ممکنه دوباره گیر بکنی، مجبور شی دوباره ویدیوها رو ببینی. پس الان که ویدیو رو داری میبینی کامل همین کارا رو همه رو با من انجام بده. مبلغ تو واریز کن به صرافی نوبیتکست و صرافی نوبیتکس بزن به صرافی برای ترید تا من بقیه مراحل کامل برات اوکی بکنم. بریم ویدیو بعدی. فعلا خدافظ.